اون تانه اون دایره وقت کنه چی روشنایی تانه روشنایی گسای تاجیکستان کنه عمراتون دراز کنه خونهاتون الهی آمین خدا خونهاتون گندم و دان اون تانه دراز کنه اون تانه اون دایره کنه جو گندم و همه چی فرایمان شو خونهاتون همه چی پر شده خدا یک خونه همه چی فرایمان کنه بچه دار دختردار آبادی تاجیکستان بتیه خدا همین دائما می خاله توی خاله جواب قاشا پر کند داماد و عروسه الله اکبر جگر جون اوکی برای چی خم میکنی ما ای چی کمون جگر جون خم میکنی اسم من رنگو که عروس براس نمیفورم گپ زنی ای عروس اخت بگو ما جون ما برای تو دقیق نمیدونم ما یکم گندگی کردیم اخت دا جگر جون ما برای تو خیرسک بردم اینم بخواب جونی ما اینم بخواب بگی خیرسک تا قد شما وریم آدما زندگی کردن نمیفورم اوچا اوچا الا بچه‌ها بچه‌م چه بیا اینجا چا اینجا بیا با این کلن تبی با این شبی با بدرو بو چه کده ای اوتا اوچا این کلن تا برای جمعی کم گیشا مداو توری برو مداو دری شکاف مداو دری صندوق مداو با این کار کدای خاتم قابل میسازم با همین خدمات میکنم خاتم قابل با خاتم قابل میسازم جانی چیکار کردی کار کدای که با شرمنده مونکو ای تو بکن اوت تفایر با چیگا چرا پای خاله دا اینا بابا ملا اینا خودت زنده شوی ولی تو شما مرا بو میگی که ویناواتی اینا ایشم رنگم یکمش کدستا با پروبلم زندگی آخه تو چه بالا داری تا گرگشتای دویم زالک شدید آخه بابا ملا ما چیکار کنم بخی اینا خود چه بپرس چه با کار کردن خود ما یکم کار نکنم دست شقبدگی نیست آخه ما جان گفتی یکمش گفتی که جین یار شده پاری یار شده برو مادر رفت آخه دویم چی بالا زده که با دویم چه پروبلم کردی تو آخه خود چه بپرسین آخه ما حالی گفتم که دست همین دختر نکپیدم خود چه پرسن اینا دخترو دخترو نه باید هوای جان چه پروبلم داره تو ایقا چه پروبلم داره دخترو تقای جان خدا ده آدمی با عقل اینه من 3 روزه عروسکم علاقه گوش تمام شده آخه دخترم من این خانه را که نمیشناسم ما این خانه را من میشناسم فهمیدی دخترم حالا گوشت تمام شده میگه که قرض و قواله این کدگه که حالا این خانه نانم تمام شده بچه